برای بچه امروز اومدیم که ببینیم توی 3 تا برنامه جیم رایگان فری فایر نصب کردیم که اگه ببینیم کدوم واقعیه و واقعا هم جیم رایگان میدن یا همه دروغه. خب اینجا این عکس فری فایر داره و یه اسکین داره پایین میاد اسمش هم جیم رایگان فری فایر. بریم داخل برنامه آموزش حرفه‌ای فری فایر، گیم پلی، ولتیاب، آموزش های حرفه‌ای، شخصیت ها، آموزش های بویا، هدشات و دریافت جیم رایگان رو میزنید در حال برقراری و پول میخواد. پس ما نه ببخشید باشه باشه داداش باشه انجام نشد داشته وجود مشکل با پشتیبانی توسط باشه داداش بذاریم بقیهش داشته ببینیم چه جایش کن که گیم پلی منظورش چیه. گیم پلی یکو میزنیم فکر کنم نرمیست بیاره بچه اینه که فکر بود. بله فقط نوشته جیم فری فایر که عکس جیم طلایی داره. جیم نسخه فری فایر 2007 دریافت جیم رایگان رو میزنی. اینم پول میخواد. این 4 تا پرسه چیه خدای دروغه. باشه داداش خرید جیم فری فایر نمیخواد. خب بخوایم جیم بعضی جیم اینجا جیم همیشه داریم. دریافت جیم هدیه از فری فایر اینم پول میخواد. من چیت پول نمیخواد. حمایت از ما پول داریم خدا رو شکر. اینم فیک بود. اگه بدون پول داد اسکین فری فایر رو میده. خدایی بده دیگه. هیپ هاپ دیگه پاپ دیگه. این اصلا بالا نهر اجازه دادم. چه گوییه چه بزنیم دیگه. بزنیم اینا بزنیم بعدش بریم اونو بزنیم. دنس میخوایم مثلا دنس قلب. خب چه گویی بخورم. خب بیا قفل رو چه کنم چیزه. فکر کنم داری خواست فکر کنم همش فکر بود. خیلی دروغ نگید دیگه بابا. مگه ما مسخره شما این همه با آدم دروغ اینو تست نکردی. نزدیک بودین یه آدم بره بچه. خب برو بریم. خیلی اینو دارن رو میگم واقعیه. خوش اینو بزنیم اشت جیم برو با هم شاید جیم باشه.